این چی باشد؟ اقدام زور از بانک الف ادامه دارد. این اقدام برای میزبان و شهروندان امکانیت میدهد که صاحب تجهیزات معیشی و یا مال و محصولاتی ضروری گردند. آن بیش از یک هفته ادامه کرده برای میزبانش خدمت رسانی خوب و با صفت را پیشکش میکند. پنجم روزی اقدام است. از سنه دوم تا 10 ایون اقدام داریم. اقدام با نام акцияи зӯр, яъне мизоҷон метавонанд бо шиносномаи худ омада ба худ чизҳои лозима, яъне мебел, битоваи техника, ювелирни изделия, стройматериал, продуктҳои ва ҳоказо харидорӣ намоянд. فریدون استویف یکی از متخصصان بانک الف می باشد. وی در مرکز خدمت رسانی رقم 2 که در منطقه بازار سخاوت جایگیر است فعالیت می کند. می گوید در یک روز به بیش از 20 نفر خدمت رسانی می نماید تا آنها از این اقدام استفاده نمایند. نوبست از کلینتایی که نمیزاجان بسیار هستند حرکت کردیشون تا قدری میکن حرکت کرده درجه به میزاجان حرکت کرده و کارشون شتابه حل شود کمک کرده ایستادیم. درخواستشون می‌نیم که например кондиционер میگیرستگی 3000 сомон درخواستشون میمونیم اگر که با یگان خود دکزاتیس کاری خوب داشته باشند از جای کارشون سپرافکا آورده باشند همون مناسب یعنی کردیتنی کمیته ما دیده میبرم خلاصه و هم میگذارم. حیات جان ارگاشوی یکی از میزبانان فعال بانک الف است. وی ساکن 55 ساله اسفیسار ناحیه باباجان غفورов می باشد. از اقدام‌های گذشته این بانک استفاده کرده اول تلفن موبیل و سپس تلویزیون یا خود آینه نیلگون خریداری کرده است. از خدمت رسانی کارمندان بانک اظهار قناعتمندی می‌کند. من همینجا 2 بار چیز گفتگی، 1 بار تلفن، دومش تلویزیون. همین به این جای آدمایش نقص، آدم حرمت میکند، همه شرایط ها نقص، که میبدا چیزی که آمده میبیاد همش باش همه شرایط نقص. من 2 کلین اینجا من اینم همه هیچ اولاد میبیاد اینجا کلین ما. برابر حیات جان ارگاش و همه روزه تا 100 نفر میزبان برای استفاده کردن از اقدام زور به مرکز خدمت رسانی بانک الف تشریف می‌آورند. ساجده توجیبایو اجرا کننده وظیفه راهبر مرکز خدمت رسانی رقم 2 منطقه بازار سخاوت میگوید دوام 5 روزی گذشته تخمین به 600 نفر خدمت رسانی کردند. در الف اقدامی زور شده گذشته ایستاده است. از سنه 2 ایون تا 10 ایون اقدام ما دوام میکند. میزاجان میتونند همه لیمیت های کارت سلامی میزاجان بلند شدگی در وقتی اقدام میزاجان میتونند تنها با طریق پاسپورت حاضر شده مواد لازمی خود را خریداری نمایند. مثلا چی‌ها خرید میتونند جواهرات، مبل یا اینکه تکنیکای معیشتی را آماده گرفته میتونند. میتونند همچون گفتم میتونند با طریق سامانه الف شاپ ضیافت گذارند و باز میتونند با اگر که لیمیتاشون نرسد اگر میتونند با برخط از مغازه با پاسپورتشون بیان ما خودمون ضیافت گذاشته دیده میبرایم. اقدام زور از بانک الف تا سنه 10 ایون ادامه میکند. از این رو شهروندان باز 4 روز دیگر امکانیت دارند که از آن استفاده نموده مال و محصولات و لوازمات ضروری خود را خریداری نمایند. مقصد تشکیل اقدام بجز از جلب میزبان به بانک اینچنین بهتر نمودن شرایط اقتصادی به هر خاندان به حساب می رود. گزارش مفنوش کرو و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.